بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه اغراض دشمنان خود یک عاملی برای این که حادثه ای را دچار تحریف بکنند، تغییر و تبدیل‌هایی در متن تاریخ می‌دهد و یا توجیه و تفسیرهای ناروایی از تاریخ می‌کند که این نمونه‌های زیادی دارد. همونطوری که معمول است در دنیا که دشمنان نهضت‌های مقدس را متهم می‌کنند به افساد و اخلال و تفریق کلمه و ایجاد اختلاف و امثال اینها، حکومت اموی خیلی کوشش کرد برای اینکه نهضت حسینی را چنین رنگی بدهد. از همون روز اول چنین تبلیغاتی شروع شد. مسلم که به کوفه آمده بود، یزید ضمن ابلاغی که برای ابن زیاد برای حکومت کوفه صادر می کند اینجور می نویسد: مسلم پسر عقیل به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است، پس برو و او را سرکوب کن. بعد هم حکومت اموی برای اینکه تحریف معنوی کرده باشد از این جور قضایات زیاد گفتند، ولی نگرفت به اصطلاح. یعنی تاریخ اسلام تحت تاثیر این تحریف واقع نشد. شما یک نفر مورخ و یک نفر صاحب نظر رو در دنیا پیدا نمی کنید که اینجور اظهار نظر کرده باشد و بگوید حسین ابن علی العیاذ بالله قیام نابجایی کرد، آمد که اتحاد را از میان ببرد. خیر، این اثر نکرد. پس دشمن نتوانست در حادثه کربلا تحریفی ایجاد بکند. در حادثه کربلا هرچه تحریف شده است از ناحیه دوستان است با کمال تأسف.